أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله در سوره احزاب در آیه 8 می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لیسأل الصادقین عن صدقهم وأعد للكافرین عذابا الیما. الله از پیامبرها از آن تبلیغ رسالتشان در روز قیامت میپرسد. این برای این است که تا که کافران و دشمنان پیامبرها را ملامت و سرزنش و عذاب آنها را دوچند بکند. الله میداند که چگونه رفتاری کافران و دشمنان نسبت پیامبرها چگونه بود میدانست، اما برای ملامت و سرزنش الله از آن پیامبرها میپرسد. لیسأل الصادقین عن صدقهم. الله که در آیت بالا رو اگر ما ببینیم عهد و پیمان گرفته است تا که تبلیغ رسالت بکنند که اخذنا منهم میثاقا غلیظا گفته است. ما عهد پیمانی بسیار بزرگ گرفتیم که گفتیم ای پیامبرها شمایان تبلیغ رسالت میکنید. بنابراین تمام پیامبرها مقابل دشمنان اگرچند که آنها ابر قدرت باشند نترسیده تبلیغ رسالت کردند. ابراهیم علیه السلام را به آتش پرتاب کردند، اما تبلیغ رسالت را میکردند و پیامبر صلی الله علیه و سلم و عیسی و موسی چقدر اذیت ها دیدند. الله میپرسد که ای پیامبرها شما رسانیدید. رفتار دشمنان و مشرکان چگونه بود؟ در حقیقت وقتی که کافران این را در روز قیامت تماشا میکنند میترسند که وقتی که پیامبرها میگویند که ما رسانیدیم و رفتار مشرکان دشمنان و بنده های تو چنین بود، در این وقت الله کافران را به خشم میگیرد. چگونه که و اذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت. الله میداند که اون شخصی دخترها رو در زمان جاهلیت عربها زنده به گور میکردند. با وجود این الله میپرسد آنها را زنده میکند برای چی تو را پدرت زنده به گور کرد؟ و پدری که زنده به گور کرده است وقتی که این نوزاد دختری که زنده به گور شده است میگوید که پدرم مرا بیگناه زنده به گور کرد و خودش را ملامت میکند پیش از عذاب. بنابراین روز عبدالله ابن مسعود پیامبر صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن مسعود گفتند بر من آیت بخون. عبدالله ابن مسعود میگویند که من سوره نساء را آغاز کردم. وقتی که به این آیت آمده رسیدم که فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کفایه است. وقتی که عبدالله ابن مسعود میگویند که من چهره پیامبر را نگاه کردم اشک‌های دیدهشان میریخت که پیامبر قرآن را وقتی که شنوند گریه میکردند که این آیت فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز قیامت الله میپرسد آیا تبلیغ رسالت کردی؟ کی به تو گواهی میدهد؟ و تمام امتهایشان میگویند که پیامبر آمدند تبلیغ کردند. در حقیقت وقتی که الله از پیامبرها میپرسد آیا شما تبلیغ رسالت کرده اید، این سوال برای انبیاها بسیار سنگین است. از باب اولا که آن عالمها و دانشجویای اسلامی که باید تبلیغ رسالت بکنند. سپس الله میگوید
و اعد للکافرین عذابا الیما. ما برای کافران و آن دشمنانی که مقابل پیامبرها مقاومت کردند، جنگ اعلان کردند، و آنها عذابی دردناک آماده کردیم. در حقیقت عذابی دنیا انسان را می سوزاند، خاکستر می کند، اما عذابی آتش جهنم وقتی که می سوزاند، دوباره الله آنها را باز به خودشان بر می گرداند و عذاب می دهد. الله می گوید کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیره. هر وقتی که پوست های آنها سوخته شد، دیگر با پوست تبدیل می دهیم تا که عذاب را بچشند. بنابراین عذابی دردناک می گوید. بنابراین باید مسلمان باید آماده شود تا که از منکرهای خداوند باز ایستد و امرهای خداوند شتاب بکند تا در روز قیامت از آتش جهنم الله او را نجات بدهد. در این آیت دلیل است که آتش جهنم آماده شده است، هنوز هست در دار آخرت. این بود تفسیر مختصر این آیت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.